این ژل میره تو صورتت، این صورت اینجوری مثل بادکنک وای میسته. چرا میگم جوون هامون زیر ژل زیاد به فنا خواهند رفت؟ ببین الان این نایلونه دیگه، درسته؟ تا یه حدی میخوای شکلش بدی. نگاه ببینی الان اندازه زدیم، حالا نگاه کن. این ژل میره تو صورتت، این صورت اینجوری مثل بادکنک وای میسته. یواش یواش این جذب بدن بشه، زیادیش هم نمیشه، یه خورده شل میشه. ببینی دوباره باز میخوای بزنی بیشتر، چون کش اومده بیشتر. آخر سر طوری میرسه که انقدر فشار میاد پوست شروع میکنه ریختن، دچاره میشه. به خاطر اینه که میشی پیرزن، میشی پیرمرد توی چند سالگی، توی 35 سالگی. دیدی چی شد؟ حالا انتخاب با خودته. ولی بذار یه نکته رو بهت بگم. ژل یا فیلر یه ماده پرکننده است که کارش اینه به صورت حج بده و خطوط رو کم بکنه و اگه درست و به اندازه استفاده بشه به پوستت آسیب نمیزنه. ولی اگه بیش از حد ژل تزریق کنی و توی هر تزریق دوزش رو بیشتر و بیشتر کنی، اون موقع است که پوستت از بین میره و توی جوانی پوستت کاملا پیر میشه و دیگه نمیشه کارش کرد.